وقتی که پیشروی شید باز روسیه اومد گفت که شما چطوری مسلمانه که الفبet را در تایپ میپرتید، شما باید زبانتون را کرلی کنید. باز گشتن اینا کرلیش کردن، باز یک عصر دیگه جاهل ما. امروز ما یکون گپ میگیم، مردم معلمای دانشگاه ها میگن که چی با شما چیزایی میگن که مولای پیش نگفتن. یا چند گفتم که چی با شما زولوگ را گرفتین، آدم ای میمون شید، معلم درس داد، زن و گلکش نون داد، گفت که خیلی فهمیدیم ای میمون هستیم، ما را گرفتیم. گفتم دیدی که فرهنگ تاجیک دنیویش هم عقیبت، دینیش هم عقیبت. وقتی دینیش عقیبت، مردم شیعه در درون مردم حنفی مذهبی تاجیکستان کار کردن، اومدن گفتن برادر اصول دین برادر 8 قسم است، نمیدونم ندانی خر در گل بمانی، این اصول مذهب امام اعظم نیست، این اصول شیعه است که سوم امامت و چهارم نبوت. 12 امام داره، اول اومد باید امام بیاری بعد پیغمبران. 12 امام داره، میگه اینا از پیغمبران در بزرگن. یا اینکه مثلا قصص الانبیا نوشته که زمین در طور گاو در طور ماهیه حرکت میکنه، زمین میجنبه. نعوذ بالله. وقتی که دیدن فرهنگ دنیایی و دینی مردم ما به نهایت پست است، هر یک انسان اومد کسی را بگو مادر پدر دامته میگه یا ذوالفقار یا خوجه خضریان میگی در دعاش نام خدا نیست. آنچه که شیعه تعلیم داد و تا امروزه همین چیزی که در ملت ما امروز پریشانی آوردگی خود شیعه آوردن. ما اینا وظیفه داده است مایلا در اوجا در اینجا اینا بر سر مردم حنفی مذهبی تاجیک هزارها نوع مصیبت آورده است. در دنیا اینها فرزندان یهودند. عبدالله ابن سبا یهودی گفت که اسلام با دو طریقه میزنی، یا تقواش هم میگیری الله تعالی از اینا ناراض میشه، اینا هلاک میشه، یا اینکه خود چقدر خودش جنگ میدازی. عبدالله ابن سبا یهودی اولین خشت شیعه را باند. اون نعوذ بالله علی خدای، اون نعوذ بالله 12 امام پیغمبر رو در بالا، اون نعوذ بالله صفت الله یک شمیه که کم کم دروغ میگه. نعوذ بالله 76 میلیون اهالی داره ایران، یک دختر به نام عایشه نداره. لیکن امروز چقدر دوستی حتیمون از فرهنگ ما استفاده می‌کنه. امروز یک